دسته روشن کلاب امسال عنوانی با افتخار قهرمان فوتبال تاجیکستان را از آن خود کرد. فوتبال بازان این دسته روز چهارشنبه دسته انرژتیک دوشنبه را با حساب 1-0 شکست دادند. یگانه گل این بازی را در دقیقه 44 دیوید ماوتو لیگنری افریقایی از گانا واردی دروازه کرد. حالا روشن با 45 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. سال دوم است که روشن پی هم قهرمان مسابقات فوتبال تاجیکستان می شود. زمین لرزه دیگر شب 12 نوامبر تاجیکستان را تکان داد، ولی خوشبختانه کسی آسیب ندید و جای هم خراب نشد. از این پیشتر در زلزله‌های روز 10 و 11 نوامبر در ناحیه وحدت صدها خانه و مکتب ویران شدند. مقامات میگویند که بر رفع پیامدهای فلاکت شروع کردند. شروع از همین روز تعمیر مکتب‌های آسیب دیده شروع می شود. در جای دهه استقلال به دهه دیگر کوچانده می شود. در جای نو دیروز من با معاون سروزیر محترم علی مردانov بودم. قطعه زمین برای مکتب جدا کرده شده است. برای 640 نفر در یک بست مکتب تیپوی 2-3 آشانه ساخته می شود. بار چهارم است که در یک هفته زمین با نیروی بیشتر از 4 درجه در تاجیکستان می لرزد و در ناحیه وحدت 100 خانه کاملا و 300 منزل دیگر قسما ویران شده است. یک دانشمند و خبرنگار معروف روس میگوید حکومت روسیه دانسته ملتگرایان را به ضد مهاجران کاری میشوراند تا از این راه خود را از دردسر خلاص کند. نیکولای سوانیدزه که در یک نشست در حضور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سیاست‌های حکومت روسیه نسبت به مهاجران را تنقید کرد، بر رادیوی آزادی گفت: Они боятся ссориться с националистами, потому что националистические настроения. کرمل ملتگراها را هدفمندانه بر ضد مهاجران میشوراند، چون که احساسات ملتگرایی در کشور خیلی بلند است و آنها میترسند که جهل این جوانها ضد حکومت نگرانیده میشود. طی سالهای اخیر حمله ملتگرایان به مهاجران کاری در روسیه افزوده است و همین روز سفارت تاجیکستان گفت که 2 جوان تاجیک در یک ماجرای تا هنوز نامعلوم در شهر چلیابینسک کشته شدند. مقامات تاجیکستان در یک همایش با حضور صدها جوان از آنها خواستند به هر گونه سازمان و جریان‌های تندروی سیاسی و مذهبی نپیوندند. در این نشست تحت عنوان جوانان و روند سازندگی در دوشنبه نمایندگان کمیته جوانان، کمیته کاربازانان و کمیته امور دین شرکت داشتند. تقریباً 80% اهالی تاجیکستان جوانان هستند و سالهای اخیر تعدادی از آنها به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند. افزودن تعداد ماشین‌ها در خیابان و کوچه‌های تنگ حرکت نقلیات در شهرهای بزرگ تاجیکستان را بسیار سخت کرده است. مثلا در شهر خوجند مرکز ولایتی سوخت راننده‌ها مدت زیاد منتظر می‌مانند تا راه‌ها باز شود و آنها به منزل خود برسند. در دوشنبه هم عین حال را می‌توان مشاهده کرد. اخبار و عکس و ویدیو و گزارش‌های بیشتر در تارنامه رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و همچنین در ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن‌های هوشمند.